سلام به همه. با امید از اینکه صحتمند باشین. باز هم من مسلم وردک هستم. میخوایم که درس اول بخش محاوره و یا هم گفتگوی سطح یک را به شما ارائه بدم. در درس اول میایم اول که چی نوشته شده، بعد از اون میایم به عنوان اول درس محاوره سطح یک. در اول داریم در عنوان Konversation für A1 Niveau. Konversation به معنای گفتگو یا محاوره. در انگلیسی هم همین طور نوشته میشه. یک فرقی شانی است که دو فرق داره. یک فرق شانی است که در نوشتن در حروفشان، که مثلا در زبان انگلیسی ما شمایج سی داریم، در اینجا در زبان آلمانی که داریم. و دیگه فرقشان در تلفظشان است. در زبان انگلیسی ما میگیم که conversation، در زبان آلمانی میگیم Konversation für A1 Niveau. فو و معنای برای A1 سطح نیو یعنی سطح یک. میایم به اولین عنوانشان. در اولین عنوان مثلا به طور عموم مثلا وقت ما و شما یک شخص را میبینیم، همراهشان احوال پرسی میکنیم. پس ما چطور میتونیم احوال پرسی کنیم؟ در زبان آلمانی چی جملات و یا کلمات استفاده میشه؟ میایم همان جملات یا هم کلمات را میخوانیم. چطور میتونیم سوال بکنیم و چطور میتونیم جواب بدیم. پس در اینجا Begrüßungen یعنی احوال پرسی. در اینجا هم Begrüßungen نوشته شده و در اینجا هم. این شخص اول است، پرسان میکنه، و این شخص دوم است، جواب میده. مثلا ما و شما وقتی یک کسی رو بگیم سلام، روز بخیر، صبح بخیر و یا هم چاشت و یا هم شام بخیر میگیم. باز بعد از اون میگیم که چی حال دارین و یا هم چطور هستین. در آلمانی هم به عین شکل مثلا میگیم که هالو، سلام میگه هالو، باز در جواب هم هست هالو، سلام سلام. بعد از میگیم که گوتن مورگن، گوتن مورگن، و در جواب هم هست گوتن مورگن یعنی به معنای صبحتان بخیر. باز گوتن تاگ، روزتان بخیر، در جواب هم برشان میگیم که گوتن تاگ، روزتان بخیر. و دیگه است گوتن آبند یعنی شامتان بخیر. گوتن آبند، شامتان بخیر، در جواب هم یعنی چیزی که سوال است همان در جواب هم گفته میشه. و بعد از اون سوال میکنیم که مثلا میگیم که سلام، صبحتان بخیر، چطور هستین؟ چطور هستین؟ میگیم در آلمانی به چندین نوع میتونیم که همین سوال چطور هستین بکنیم که این انواعشان عبارتند از انواع این سوالات عبارتند از اینها که سوال اول مثلا میگیم که wie geht's dir؟ wie geht's dir؟ wie geht's dir به معنای چطور هستین. یعنی wie geht's dir یعنی چطور، یا اگر تحت لفظی معنا کنیم به معنای از اینکه چطور میگذره، یعنی چی حال دارین یا چطور هستین. این جمله و یا هم این نوع سوال کردن وقتی ما این نوع سوال میکنیم که همراه مثلا با دوستا و یا هم در شهر با یک کسی میبینیم، وقتی میخوایم به طور مؤدبانه یا رسمی سوال بکنیم، باز این نوع کلمات استفاده میکنیم. میگیم که wie geht's Ihnen؟ شما چی حال دارید؟ و بعد از است wie fühlen Sie sich؟ یعنی شما چطور احساس دارین. تحت لفظی معنایشان است که چطور احساس دارین و یا چطور حس میکنین به معنای از که چی حال دارین یا چطور هستین. ولی تحت لفظی معنایشان این است که چطور احساس دارین. و این هم به طور مؤدبانه وقتی شما استفاده میکنین. وقتی شما به طور عامیانه استفاده میکنین، مثلا همراه با دوستا باشین، باز میگین که wie fühlst du dich؟ wie fühlst du dich؟ شما چی حال دارید؟ پس به این همه انواع یا شکل میتونیم که سوال بکنیم. در جواب برشان میگیم مثلا میگیم که wie geht's dir؟ در جواب برشان میگیم که
شخص دیگه بر ما میگه که mir geht's gut und dir میگه من خوب هستم und dir و شما چطور هستین؟ یا میتونیم به این طور جواب بدیم میگیم که ich bin okay und dir یعنی من خوب هستم و شما و یا هم به این طور میتونیم که جواب بدین mir geht's gut und Ihnen یعنی اگر شما میخواین که به دوستایتان جواب بدین باز به این نوع جواب میتین مثلا میگین که mir geht's gut und dir ich bin okay und dir و اگر میخواین که مثلا به این سوالاتی که در اینجا استفاده شده که به طور مؤدبانه استفاده میشه به این سوالات باز جوابشان است mir geht's gut und Ihnen و شما من خوب هستم و شما چی حال دارین؟ پس در اینجا باز میگه این und Ihnen یعنی ما شخص دیگه بر ما گفت که ما خوب هستم و شما چی حال دارین؟ یعنی پس از ما سوال کرد. باز در جواب ما برشان میگم که mir geht's auch gut. danke. یعنی من هم خوب هستم. تشکر. تشکر را danke میگم. و باز برشان ما جواب میدیم که ich freue mich Sie zu sehen. یعنی از دیدن شما خوش شدم. و باز داخل هم در جواب برشان این کلمه را و یا این جملات را میگیم. خب پس وقتی احوال پرسی کردیم بعد از آن میایم معرفت میکنیم با یکی دیگه مثلا که اسم شما چی است و مثلا از کجا هستین چی میکنین و همین معرفت و یا هم شناسایی همراه با یکی دیگر را فورشتیلونگ میگه. فورشتیلونگ یعنی به معنای معرفت و اگر میخواین که معرفی خود یا از خود دور باز زلفسپورشتیلونگ یعنی خود را وقت معرفی میکنین باز را زلفسپورشتیلونگ میگن. پس اینجا میایم میخوانیم که چطور میتونیم خود را معرفی کنیم. فورشتیلونگ در اینجا هم نوشته شده و در اینجا هم Fragen به معنای سوالات Antworten جوابات. مثلا یک شخص است سوالات میکنه و دیگه شخص است در اینجا جواب میده. میایم در اینجا میخوانیم سوال اول است. مثلا اولین سوال ما از یک شخص می باشه که اسمتان چی است. چطور میتونیم مثلا این سوال که اسم شما چی است و چند نوع میتونیم سوال کنیم. میایم همین جملات را و یا همین سوالات را اینجا میخوانیم. سوال اول است و این طور میتونیم مثلا از یک شخص پرسان کنیم که wie heißen Sie شما چی مینامین و یا نامتان چی است. ای wie heißen Sie وقتی شما به طور مؤدبانه و یا هم به طور رسمی سوال میکنین پس میگین که wie heißen Sie شما چی مینامین یعنی تحت لفظی میگه به معنای ازی است که شما چی مینامین و همین طور استفاده میکنیم میگیم که نام شما و یا هم اسم شما چی است و یا هم وقتی به طور عامیانه همراه با دوستا وقتی ما شما گپ میزنیم باز میگیم که wie heißt du یعنی اسم شما چی است. اینجا باز هم و دیگر سوال است میگیم که was ist ihr Name was ist ihr Vorname یعنی یا به جای ihr میتونیم که dein استفاده کنیم. was ist dein Name یعنی اسم شما چی است. به این طور هم شما میتونید سوال کنیم. was ist ihr Vorname یعنی اسم اولی شما چی است و Nachname اینجا باز Nachname Vorname است و دیگر Nachname دو نوع نام داریم. یک اسم اصلی شخص که او را در آلمانی Vorname میگه یا اسم اولی. Nachname یا اسم بعدی یعنی به معنای تخلص یا Familienname اسم فامیلی و یا هم Nachname هر دویشان یعنی به معنای تخلص است. پس سوال میکنیم که was ist ihr Name یا هم Vorname یعنی اسم شما چی است که البته میتونین از یک کس سوال کنین که اسم اولیتان و یا هم تخلصتان و یا هم اسم فامیلیتان چی است. باز
این انواعشان است، مثلا این کلمات برایشان استفاده میکنیم. دیگه میگیم که was ist ihr Familienname، یعنی اسم فامیلی شما و یا هم نخنامه و یا هم تخلص شما چی است. در اینجا بر ما جواب میده که ich heiße زهیب، میگه اسم ما است زهیب یا ما زهیب مینامم، یعنی تحت لفظی اگر مانا کنیم و مفهومی اگر بگوییم باز مانایشان است که اسم من است زهیب و یا هم به این طور میتونیم جواب بدیم که mein Name ist زهیب. شما میتونید هر یکی از این جمله را استفاده کنید، هر دویشان درست هستند. Mein Name ist زهیب، اسم من است زهیب. و یا هم در اینجا سوال کردن مثلا که was ist ihr Familienname و یا هم ihr Nachname، در اینجا برایشان جواب میدن که mein Familienname ist Aryan، میگه اسم فامیلی ما است آریان و یا هم تخلص ما است آریان. و در اینجا باز هم به طور مثال در اینجا به حروف نوشته کردیم. در اینجا سوال کرده میگه که buchstabieren Sie bitte Ihren Familienname و یا هم Nachname. در اینجا این اس شان هم اس کلان است. buchstabieren Sie یعنی میتونین که شما میتونین که Familienname یعنی اسم فامیلیتان و یا هم تخلصتان را املا یعنی به طور املا یا به طور حروف بگوین که در انگلیسی برشان سپیلینگ میگه آیا حروف اسمتان حروف اسم فامیلی تان میتونید شما بگوین؟ باز او برشان میگه که حروف اسم ما است و یا اما همان رو برشان املا میکنم، میگه که ا ار ای ا ان، میگه اسم مثلا حروف اسم ما هستند ا ر ای ا ان. دیگه داریم که باشین مثلا این سوالات بودن درباره اسم که چطور میتونیم درباره اسم سوال کنیم. و اینجا میایم باز سوال بعدی ما همیشه این میباشه که از کجا هستین و یا هم از کجا آمدین. پس به این نوع میتونیم که سوال کنیم، مثلا میگیم که woher kommen Sie. این سوالی است که ما شما به طور رسمی و یا هم به طور مؤدبانه از یک شخص سوال میکنیم. و دیگه میگیم که woher kommst du. این به معنای ازی است که مثلا شما از کجا هستین و در اینجا میگیم که woher kommst du مثلا از دوست خود پرسان میکنیم و یا هم شخصی یعنی به طور عامیانه وقتی از یک کسی پرسان میکنیم باز میگیم که مثلا تو از کجا هستی. میگیم باز در جواب برشان میگیم که ich komme aus Amerika، یعنی من از امریکا هستم. در اینجا متوجه باشین وقتی اگر این جمله یا سوال را تحت لفظی معنا کنیم به معنای از اینکه شما از کجا آمده اید و یا هم تو از کجا آمده اید، ولی مفهوما یا معنای مفهومیشان این است که شما از کجا هستین، یعنی کشورتان درباره کشورتان پرسان میکنه که شما از کجا هستین. woher kommst du، تو از کجا هستی. در اینجا در جواب برشان میگه که ich komme aus Amerika، یعنی من از امریکا هستم. در اینجا باز پس سوال کرده که kommst du aus Amerika، یعنی به این نوع هم شما میتونین که سوال کنین. مثلا یک شخص میگه که من از امریکا هستم، شما پس سوال میکنیم که آیا شما از امریکا هستین؟ پس به این نوع میتونیم سوال کنیم، میگیم که kommst du aus Amerika، میگه آیا شما از امریکا هستین؟ میگیم که یا ich komme aus Amerika، میگه بله من از امریکا هستم. پس این هم بود درس اول بخش محاوره. برای بخش باقی مانده همین درس و یا هم دروس دیگر چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نموده و ما را از طریق همین چینل و یا هم کانال دنبال نمایید.